آه، چند تا مسئله هست قرار هست که قبل از اینکه دوره رو شروع بکنیم در موردشون صحبت بکنیم و اینکه ببینیم مثلا فرایند مسیری که میخوایم با هم طی بکنیم به چه شکله. قبل از اینکه حالا وارد اون توضیحات مربوط به دوره بشیم، قصه ای که قرار هست اصلا قصه ای که اتفاق افتاد و ماجرایی که شروع شده حداقل برای شخص بنده به این شکل بوده که ما خب یه سری داده هایی از قبل داریم از یه عالم سبک ها و خب اینا خیلی شاخه به شاخه هست، خیلی چیزای مختلفی میتونه باشه و یه عالم منابع در اختیار داریم که خب همه حالا کم و بیش اینا رو مطالعه کردیم و باهاشون دست و پنجه نرم کردیم. ولی تو این دوره من شخصا هدفم اینه که دیگه خیلی تحت تاثیر هیچ سبک و روش و نظر دیگری نباشم و هرچی قبلا پرهیز میکردم از اینکه حالا دید شخصی خودم رو وارد داستان بکنم و هرچی تلاش میکردم که اون صحبت گفته شده حالا از سمت هر شخصی که هست و همونجوری پیور نگه دارم. ولی اینجا هدفمون اینه که خب خودمون داریم چیکار میکنیم، به هر حال یه جنبندی به دست اومده و یه نتیجه شده و به یه نقطه‌ای رسیدیم که امروز الان ماست و این نقطه‌ای که الان در امروز قرار گرفتیم لزوما الان در نوک قله نیستیم، نسبت به این واقفیم. یعنی این مسیر دیگه میدونی خودتون هیچ وقت ته نداره و ممکنه که فردا عصر به یه نتایج جدیدتری برسیم. ولی قرار هست چیزی که تا امروز میدونیم و حداقل برای من به اندازه کافی بوده اونو با همدیگه به اشتراک بذاریم، در موردش صحبت بکنیم، حالا ایشالله که نتایج خیلی خوبی داشته باشه. و یه نکته‌ای که حالا توی خیلی از نگم روش ها، خیلی از خانش هایی که از مارکت انجام میشه، یه نکته خیلی بزرگ این وسط داره مخفول میمونه و ازش غفلت میشه و اون نکته در واقع اینه که ما اومدیم یک جریان سفارشی تعریف کردیم و گفتیم خب مارکت داره توش سفارشات بالا پایین میشه، یه سری ورود و خروج سفارشات هستن و به علت این ورود و خروج سفارش‌ها این قیمت داره حرکت میکنه و یه سری اتفاقات داره میفته و یه سری تیریکا زده میشه و یه سری ترفند زده میشه. ولی این نکته خیلی عمیقی ما این وسط جا گذاشتیم و اونم اینه که ما تمام توجهمون اومده یک جایی از مارکت که اون دقیقا شاید بزرگترین اشتباه ما باشه که داریم به اون نقطه توجه میکنیم و ماجرا برمیگرده به اینی که ما میدونیم که ما مثلا برای اینکه یک قیمتی از نقطه‌ای به نقطه دیگه حرکت بکنه معمولا این وسط داره یه سری تریک ها اجرا میشه، یه سری تله ها داره پهن میشه برای اینکه خب خیلی‌ها تو ترپ بیفتن و تو این وسط گیر بکنن و اون نقدینگی کافی اون قصه‌ای که خیلیاتون باهاش آشنا هستین اتفاق بیفته و این چارت حرکت کنه. اما چیزی که این وسط وجود داره اینه که حرکت قیمت یه بخش مهمتری داره و اون اینه که من اگر به همین سادگی بتونم ردیابی سفارش انجام بدم و سفارش ها رو بخونم که خب چه تله‌ای چه حیله‌ای و این چه اتفاقی که داره میفته اگر خانش قیمت و خانش این تله ها و ترپ ها به همین سادگیه که من مثلا نگاه بکنم بگم خب اینجا ساپلای دیمند وجود داره، ساپلای دیمند کار باید استاپ بخوره، اینجا هم یه خط روند هست این کلاسیکارا هم باید استاپ بخوره، در نتیجه قیمت باید بیاد اینجا رو بزنه بره. و خب اگر ماجرا همینقدر راحت و ساده بود طبیعتا اون ساپلای دیمند کار بعد از اینکه 10 بار استاپ میخورد میفهمید چی شد، اون کلاسیک کار بعد از اینکه 3 بار خط روندش کار نمیکرد میفهمید چی میشه. ولی مسئله اینجاست که ساپلای دیمنده بعضی وقتا داره کار میکنه، خط روند کلاسیک کاره بعضی وقتا داره کار میکنه، فقط نکتهشون تو اینه که نمیدونن که کار میکنه که کار نمیکنه و ماجرا به یک جایی برمیگرده و اونم مخفی کردن سفارش هاست و مخفی کردن اوردر هاست. چیزی که ما ازش یه ذره غافل شدیم اینه که ما مرحله مخفی کردن اوردرها رو و اون منیپولیشنی که اصل کار داره اونجا اتفاق میفته اونو رها کردیم و صرفا چسبیدیم به تریک نهایی که قرار هست اجرا بشه. یعنی هر حرکت، هر موومنتی که در بازار میخواد رخ بده میدونیم که 3 مرحله داره. مرحله اولش اینه که به اندازه کافی جمع‌آوری سفارش انجام بشه و در مرحله بعدی منیپولیشن انجام بشه و نهایتاً اون توزیع اتفاق بیفته. ولی ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما داریم جمع‌آوری سفارشات رو بررسی میکنیم، از منیپولیشن عبور میکنیم و یه ضرب میخوایم بریم سراغ اون قسمتی که تریک داره چجوری اجرا میشه تا نهایتاً به مرحله توزیع و دیستریبیوشن برسیم. و این مرحله مخفی کردن اوردرها دقیقاً در جایی داره اتفاق میفته که آخرین لگی هست که شما دارین توی مارکت میبینین
یعنی همون جایی که همون آخرین لگی که ما میریم بررسی میکنیم و اونجا مثلا فلگ لیمیت پیدا میکنیم، اختیار پیدا میکنیم، نمیدونم ناحیه عرض تقاضا پیدا میکنیم، اون ناحیه دقیقا همون جاییه که ازش داره استفاده میشه برای مخفی کردن سفارشی که قبلترش قرار گرفته. یعنی در لگ عقبتر برنامه ریزی ها انجام شده، سفارش قرار گرفته و در یک لگی این وسط داره سفارش مخفی میشه و بعد از مخفی شدن این سفارش تازه تریک میتونه اجرا بشه. ما این مخفی شدن رو چون گذاشتیمش کنار، تو خیلی چیزا به مشکل خوردیم. خب این در واقع ایده اولیه بود که منجر به این شد که چرا باید بریم ما به سمت چپ چارت فکر کنیم و چرا انقدر تاکید روی سمت چپ چارته و این داستان لفتی در واقع از کجا شروع میشه که مخفف همین کلمه لفته. یعنی آیا میشه ما بدون اینکه به لگ جاری قیمت نگاه کنیم صرفا از سمت چپ یک ناحیه رو پیدا بکنیم و اون ناحیه کار بکنه؟ اگر ما بتونیم این کارو بکنیم، در واقع ما مرحله اون منیپولیشنی که داره خیلی ها رو فریب میده و خیلی ها رو داره به اشتباه میندازه ما تونستیم از اون عبور بکنیم. پس این نکته کلیدی هست که این وسط وجود داره. خیلی وقتا شما احتمالاً جلوتر که برین میبینین که ما همواره تو 5 6 تا لگ عقب‌تر مارکت هستیم و توی گذشته خیلی بیشتری هستیم و معمولاً نواهیمون رو داریم از یه جای دیگه در میاریم. هرچند که خب آشنا میشیم جلوتر میریم متوجه میشیم که از لگ جاری قیمت هم نهایتاً ما یه سری استفاده ها میکنیم. اینجوری نیست که کامل لگ جاری قیمت هم رها بکنیم، که یه سری ریزکاری ها هست. حالا که جلوتر رفتیم با هم در موردش صحبت میکنیم. این در رابطه با این موضوع که آقا این فلسفه این کاری که داریم میکنیم از کجا شروع شده و کل داستان به این برمیگرده که یک مرحله منیپولیشن این وسط ما رهاش کردیم. این مخفی سازی اوردرها رو، مخفی سازی سفارش ها رو ما فراموش کردیم و فکر کردیم که جریان سفارش ها در لگ جاری باید منعکس بشه و خب نمیشه، چرا که اینا باید یه جایی هم به هر حال سفارشاشون رو مخفی کنن و اون مخفی کردن رو ما اصلا حواسمون بهش نیست. پس این از این موضوع. برگردیم سراغ اینی که روندی که قرار هست توی دوره با هم طی بکنیم به چه صورته. من اسکرین خودم رو شیر بکنم که چند تا چیزو بتونم براتون توضیح بدم. خب الان فقط یکی از دوستان به من بگه تصویر دسکتاپ منو دارین؟ عالی. خب بچه این در واقع هست، تصویر هست. من چون وی پی ان هم خاموش کردم مجبورم از این پروگرام. صدا است. خب خیلی عالی. این در واقع گروه تلگرامی هست که داریم. گروه تلگرامو من به حالت تاپیکدار تغییر دادم. کدوم از دوستان قرار یه تاپیک خودشون داشته باشن که توی این تاپیک قرار هستش که تبدیل بشه به ژورنال شخصی هر کدوم از افراد. حالا میتونه با اسم شخصی خودتون باشه یا با اسم دلخواهی که هر کدوم در نظر میگیرین، تفاوتی نداره و با هر اسمی که پیشنهاد بدین یه تاپیک براتون ساخته میشه که توی اون تاپیک قرار هست که شما هم ژورنالتون رو قرار بدین، هم هر جا به سوالی برمیخورین اونجا میتونین قرار بدین و یه سری تمرین ها هم توی طول دوره‌ای که با هم داریم قرار هست در نظر گرفته بشه. چند تا تمرین داریم حتما باید انجام بدیم، چند تا چالش هست قرار هست با هم برگزار بکنیم، یه سری اتفاقا هست قرار هستش که با هم پیش بریم که تو اون مقوله ترید کردن یه سری اشتباه‌ها و اشکالات اونجا پیش میاد، اونها رو می‌خوایم بهشون بر بخوریم، یعنی خودمون چالش طراحی بکنیم برای اینکه به این مشکلات بر بخوریم و این بلاها سرتون در بیاد. بعد همه اینا قرار هست توی اون ژورنال شخصی خود شما انجام بشه. حالا گروه به حالت تاپیک دار تغییر کرده. هر کدوم از دوستان حالا اگر میخوام به اسم شخصی خودشون باشه به ادمین بگن، اگرم اسم دیگه رو مد نظر دارن باز همون اسم رو برای ادمین بفرستن که تاپیک ها در واقع اینجا شکل بگیره، ژورنال ها گذاشته بشه. بعد حالا کامران عزیز براتون توضیح میده که اون ژورنال قرار هست چه شکلی پر بکنیم و یک نرم افزار دیگه هست که قرار ازش استفاده بکنیم که نرم افزار نوشن هست، اگر دوستان باش آشنایی داشته باشن، که اونم برای ژورنال نویسی هست. فقط ما از دل اون میخوایم به صورت آماری یه سری اطلاعات به دست بیاریم. در واقع یه دفترچه، چجوری بگم، یه جزوه قرار هست هر کدوم داشته باشیم که این جزوه همون داخل گروه تلگرام انجام میشه و یه در واقع ژورنال به معنای واقعی ژورنال هم قرار هست داشته باشیم که قرار یه سری آمار و اطلاعات از دل اون در بیاد که اون آمار و اطلاعات در آینده خیلی خیلی به کار شما میاد و
دو تا از بزرگترین لطفایی که شما میتونید در حق خودتون انجام بدین اینه که صفر این دوتا بچسبین. که نوشن هم حالا من هم لینک نرم افزارش رو برای اندروید و گوگل توی گروه قرار میدم که نرم افزارش رو بتونین نصب بکنین. همین که میتونین از طریق وب ازش استفاده بکنین. حالا من وبسایتش هم خب این در واقع لوگوی نرم افزار هست. این هم سایت نوشن. هم میتونین تحت وب ازش استفاده بکنین، هم میتونین از طریق نرم افزارش ازش استفاده بکنین. یه تمپلیت آماده هست که من اون تمپلیت رو براتون میفرستم و طبق حالا اون تمپلیتی که بعدا قرار میگیره و همتون یه بار یه کوچولو باهاش کار کردین و دیدین چه شکلیه، براتون توضیح میدم که قرار هست اینو چجوری پرش کنیم. فعلا اوایل کار خیلی با این نوشن کار نداریم. هرچی جلوتر بریم دیگه بیشتر درگیر این در واقع ژورنالی میشیم که قرار هست توی نوشن تکمیل بکنین. و اگر هم میخواین حالا با نحوه کار کردن این نوشن بیشتر آشنا بشین، توی یوتیوب در واقع سرچ بکنین منتوریفای. دو تا از بچهای خیلی کار درست آی سی تی آموزش خیلی ترتمیزی براش آماده کردن. بچهای منتوریفای، مهدی شهابی عزیز و شایان کریمی. آموزش اونا رو ببینین، خیلی خوب و کامل و خیلی کوتاه و مختصر در موردش کامل توضیح دادن. هرچند که هر چیزی لازم باشه من جلوتر بهتون میگم. و در واقع حالا اگر خواستین دانلود کنین که همینجا میتونین از طریق خود سایت نرم افزارش رو دانلود کنین. هرچند من دوباره لینکش رو قرار میدم توی گروه که بتونین داشته باشین و یه اکانت خیلی ساده میسازین و بعدا در آینده جلوتر که رفتیم براتون توضیح میدم قرار هست با این نوشن چیکار بکنیم. این از این دوتا موضوع. پس ژورنال ما قرار هست توی تلگرام باشه به صورت تاپیک هایی که قرار هست داشته باشیم و هر سوالی هر موضوعی که بهش برخوردین اونجا قرار بدین. تمرینایی که ازتون در واقع خواسته میشه رو اونجا قرار میدین و هم من خودم چکشون میکنم، هم کامران عزیز، هم محمد رضای عزیز. همگی ما اونجا حواسمون به ژورنالایی که داریم تهیه میکنین هست. و یه بخشی هم اگر میشه هر کدومتون داشته باشین، این پیشنهاد منه، اگر هر کدوم از بچه‌ها پیشنهاد بهتری هم دارن بگن، اینی که بعد از اینکه هر جلسه تموم شد، حالا چه ویدیوشو بعداً به صورت ضبط شده دیدین چه بعد از خود جلسه، یه قسمت داشته باشیم برای اینکه نکات مهم این جلسه چی بود. یعنی مثلا اگر بخوایم به صورت تاپیک وار 5 تا نکته از این جلسه برای خودم بنویسم، چیا رو می‌نویسم؟ اونا رو بلافاصله بعد از اینکه حالا چه فیلمو دیدین چه جلسه تموم شد سعی کنین برای خودتون سریع بریم و اونو کاملش بکنین. چرا که بعداً مجدداً یک بار دیگه شما ویدیو رو مرور می‌کنین، متوجه میشین چه نکات دیگه این وسط اتفاق افتاده و شما میس کردین، کاملا دست داده بودین و بهش دقت نکرده بودین. ولی اینو کاملش بکنین در آینده یه فایل خیلی، یه جزوه خیلی خلاصه شده شب امتحانی دستتون میاد که خیلی کارگشا میشه بعداً براتون و از یه بخشی از بزرگی از پراکندگیامون جلوگیری میکنه. پس این نکته هم توی ژورنالاتون اضافه بکنین. و این دوتا موضوع در رابطه با این اگر همچنان تصویر دسکتاپ من هست، یه فایل ابریویشن هست که حالا من توی گروه قرار میدم براتون که اختصاراتی هست که قرار هست به کار ببرین. من فایل رو پیدا کنم، کجا گذاشتمش؟ خب این فایل ابریویشنی هست که توی گروه قرارش میدم و یه سری عبارت‌های اختصاری داریم که حالا شاید برای بعضی از دوستان جدید باشه، ندونن این عبارتی که داریم استفاده می‌کنیم صفحه چه کلمه‌ای هست، که من همه رو دیگه لیست کردم اینجا نوشتم. تقریبا سرفصل مطالبی هم که قرار هست با هم دیگه پیش بریم طبق همین مطالبی هستش که توی ابریویشن اومده و حالا اینجا هر عبارتی می‌بینید من کامل توضیح دادم که اینا در واقع چی هن. مثلا جانم LSK مخفف لفت شولدر کینگ و RSK مخفف رزिस्टنس اند ساپورت. دیگه به این مسئله بر نخوریم که LS شونه چپ RS شونه راست. از این اتفاقا این شکلی پیش نیاد. من دیگه همه ابریویشن هایی که قرار هست استفاده بکنیم و اینجا نوشتم و این فایل هم در اختیارتون قرار میگیره که ادبیات مشترکی با هم پیدا بکنیم و به مشکل نخوریم توی این قضیه. این در رابطه با این موضوع. یه سری تمپلیت قرار شما روی تریدینگ ویوتون آماده بکنین و بسازین
که این تمپلیت ها هم من اگر بدونم، حالا فکر کنم میشه که تمپلیت رو من کپی بگیرم بفرستم، شما همون رو وارد کنین و همون تمپلیت ها رو داشته باشین، که این تمپلیتیه که من خودم برای خودم ساختم ازش استفاده میکنم. مثلا برای باکسام یه همچین اسامی دارم و حالا همه اینا رو قرار دادم، اینا چیزایی که ازش استفاده میکنم. برای خطام تمپلیت های جداشو ساختم و حالا این مثلا چیزایی هست که تو ابزار خط ازشون استفاده میکنم. اینا رو نیاز داریم، چرا که مطالبی هم که شما قرار هست توی حالا ژورنالاتون قرار بدین، سوالایی که براتون حتما پیش میاد و قرار هست بپرسین، خواهشاً حتما اینا لیبل زده شده باشه چارتتون، یعنی یه کوچولو می‌خوایم اصولی‌تر کار بکنیم و مشخص باشه که مثلا چه میدونم این یه هایی مثلا مشخص میکنیم، این فقط یه خط خالی نباشه، حتما یه تمپلیت خورده باشه که من دقیقاً بدونم که مثلا شما اینجا رو فرضاً نمیدونم FO تشخیص دادین یا سکرت تشخیص دادین یا هر چیزی دیگه‌ای که بتونیم اونم اصلاح بکنیم، چون به واسطه این چیزی که اینجا تشخیص میدیم خانشتون از آینده ممکنه دچار تغییراتی بشه و بعضی چیزا رو متوجه نشین، که این خیلی مهمه که اینا رو همگی تمپلیت ها رو حالا یا بسازین برای خودتون یا اگر بشه کپی کرد. من قرارش میدم روش کپی کردنش هم بهتون میگم، چون فکرم میکنم که میشه کپی کرد، فقط الان خاطرم نیست که چه جوری این کارو میکردیم، ولی تا جایی که یادم قابل کپی کردن. معمولا مسئولیت این کارا همیشه با کامران بوده. کامران راهی داره که تمپلیت رو بذاریم همه دوستان بتونن کپیش ببین دیگه؟ برای کسایی که تریدینگ ویو پرمیوم دارن میشه. که من یه لینک بهشون بدم، کسایی هم که تریدینگ ویو پرمیوم ندارن من یه عکس میگیرم خودشون درست کنن سیو کنن، این من کارم میشه میذارم تو کرد. گروه. آره این کارم میشه کرد. بعد خب پس این مشکل حل شد. یه سری نشانه شناسی ها داریم که خیلی چیز سخت و پیچیده ای نیستن، یعنی بعضی وقتا داریم از خطچین به صورت افقی استفاده میکنیم، یه معنا داره. بعضی وقتا از خطچین به صورت مورب و حالا شبیه خط روند داریم استفاده میکنیم، یه معنا داره. و باکس های تو خالیمون یه معنا داره، باکس های رنگیمون معنای متفاوت داره. سایر باکس هم که داخلشون داریم متن می‌نویسیم و کاملا مشخصه. این باعث میشه که هم ذهنمون خیلی مرتب و منظم بشه، هم منظورمون رو بتونیم خیلی راحت منتقل کنیم و همین که هرچی ما بتونیم این نظمه رو بهترش بکنیم طبیعتا خیلی نتایج بهتری میگیریم و خیلی عمیق‌تر میشیم روی چارت. یعنی تا زمانی که اینا رو شما تک تک ننویسین که چه اتفاقی افتاد، اون تصویر بزرگتری که از اون پازل وجود داره شاید به خوبی توی ذهنتون شکل نگیره. پس اینم در مورد تمپلیت ها. تا اینجای صحبت ها بچه سوالی هست، موضوعی هست باقی مونده باشه؟ همه چیز حله؟ اگر سوالی هست بفرمایید تا بریم سراغ ادامهش. استاد معذرت میخوام، بفرمایید، خواهش میکنم. من یه سوال بپرسم در مورد همین. حالا یه صفحه من سوال دارم ولی خب تیکه تیکه بریم جلو که خواهش میکنم. من الان یه صفحه جلومه. یکیش که دوستان گفتن سوال جلوتر پرسیده نشه، دستش درد نکنه، اکانت تریدینگ ویو لازم داریم یا خیر؟ اگر باشه که خیلی بهتره، چون قطعا ما توی بک تستا به مشکلش میخوریم. ولی من حالا کنار خود تریدینگ ویو، با اینکه تریدینگ ویو هست، این در واقع نرم افزار فراز هم دارم استفاده میکنم. بعضی چیزا دیتاش جالب نیست، یعنی دیتای خوبی که میخوایم اون نداره، ولی حداقل این ابزار بک تستش خیلی داره به کار میاد و هزینه خیلی کمتری هم داره. یادم نیست چقدر هزینهش، ولی میتونین حالا فراز رو تهیه بکنین. فقط حواستون باشه که دیتاش بعضی جا اصلا قابل اعتماد نیست. مثلا اگر کریپتو کار میکنین دیتای فیوچرز بیت رو نداره و خب این خیلی دردسر بزرگیه. بعد و اگرم تو فارکس دارین استفاده میکنین، اگه اشتباه نگم داره دیتای اواندا رو میگیره. تا جایی که من تایم پایین چک میکنم دیتا خیلی شبیه دیتا اصلا اواندا هستش، خب عالی. مثلا یکیه دقیقا اواندا، آره منم یکیه چند بار یکیه. M1 رو نگاه کردم و چشمم میاد اواندا باشه، FXCM نباشه. بعد در رابطه با حالا خوب شد اینم گفتین دیتا هایی که قرار هست بگیریم، من همه رو توضیح میدم که حالا حداقل اون چارتایی که خودم بارم باشون سر کله میزنم و میدونم که کدوم دیتا خیلی بهتره درستره، اونا رو براتون توضیح میدم. و دیگه سوالاتون چی بود؟ یکی این که تریدینگ ویو لازم داریم یا نه، این که جی فارکس. آره به من باشه که آره. میگم تهیه کنیم. خب جی فارکس چی نیاز نداری؟ جی فارکس نه آنچنان خیلی نیازی بهش نداریم، چون دیتای سکس و بنکه و اون یه کوچولو دیتاش اون دیتای چیزی که میخوایم بعضی جا فرق میکنه. هرچند که آنچنان مطالب میره جلو متوجه میشین خیلی درگیر پیپت و نمیدونم
2 پوینت این ور اونور نمیشیم خیلی جاها، بعضی جاها واقعا میشیم، یعنی راهی دیگه نداریم. ولی در اکثر موارد به روشایی میرسیم که برای مثلا چه من پیدا کردن این گلف انقدر دیگه دردسر نمیکشیم مثل قبلا، اونجوری نمیشه. همینجا یه سوال داشتم. حتما خواهش میکنم. شب همگی بخیر. اینجا وقت ونکوور صبح دیگه، ما تازه صبحونه خوردیم. سوال داشتم خدمتتون. این نیشن رو من دانلود کردم. واقعیتش در مورد ژورنال من تا حالا هیچ وقت ژورنال نداشتم، یعنی این مبحث ابتدایی ژورنال رو باید واسم حل بشه. بعد این نیشن که دانلودش کردم، همه چیزش رو تمام کردم، این برای در واقع ژورنال نویسی میخوام به کارش ببریم، درسته؟ بله. اوکی، همین دانلودش کردم، می‌خواستم مطمئن بشم چه کاربردی باید داشته باشه. حالا من جلوتر براتون میذارم، هم تمپلیت میذارم، هم اون لینک یوتیوب رو براتون میفرستم که حالا یه آموزش خیلی کوتاهی هم خیلی زمانگیرم نیست، هم چجوری نصبش بکنین هم تمپلیتش، بعدن دیگه خودمون توضیح میدیم که چه استفاده قرار هست ازش بکنیم. فعلا که اوایل کاری و خیلی درگیر در واقع فرایند تحلیل کردن نیستیم، ما فعلا فقط الان اول کار می‌خوایم تعاریف رو انجام بدیم. یعنی اول قرار هست یه سری تعریف انجام بدیم، بعد تعاریفمون رو قرار هست ترکیب کنیم، نهایتاً از ترکیب این تعاریف قرار هست یه معنایی بیرون بکشیم که میشه اون تحلیلمون. فعلا تا به اون مرحله سوم برسیم ما خیلی کاری با نوشن نداریم. اصل کارمون تقریباً از اواسط به بعد با نوشن شروع میشه، ولی از الان من حالا گفتم که دیگه بتونیم آمادهش بکنیم، نصبش بکنیم. برای اینکه چه جوری ژورنالم بنویسیم من دوباره کمکتون میکنم، براتون توضیح میدم که قرار هست چیکار بکنیم. یعنی هر جلسه که تموم شد توضیح میدم که آقا الان میخوایم این ژورنالمون رو کامل بکنیم، خب تو این جلسه بعد چیکار چیا بنویسیم، بعد چه جوری اون رو جلو ببریم. ما دیمی شروع کردیم دیگه. من یه بارم خدمتتون پیام دادم دیگه، دو سال شروع کردم کلا بازار مالی رو. در واقع چند ماه اول که با شیت کوین بازار بودیم و چند هزار دلاری از دست دادیم. بعدش هم که شروع کردم با تحلیل کلاسیک و دونستم دیگه مسیر باید چجوری باشه، با یک سری اساتید کلاسیک شروع کردم و اونجا به هر حال به هیچ سودی نتونستم برسم. بعد به ترتیب دیگه با RTM با یکی از اساتید به نام توییتر واقعیتش پیام دادم، گفتم آقا منو خیالم رو راحت کن، یک کسی بهم معرفی کن من بتونم ازش چیزی یاد بگیرم. گفت ببین حالا تعریف از شما نباشه، اصولا کار خوبی نیست رو در روی کسی ازش تعریف بکنید. این به من گفت ببین وقتی تو تلف نکن، بقیه اساتید کلا لب و دهنن، اگه میخوای پول در بیاری با ایشون آشنا بشه که اسم شما رو دادن دیگه. از اون طریق من با شما آشنا شدم، این عمیق شدم تو رو مطالبتون، به سودایی رسیدم الحمدلله. اما این مسئله ژورنال و نظم و ترتیب و اصول و مدیریت سرمایه واقعیتش یکی از مشکلات اصلی ماست که باید از شما یاد بگیریم ان شاء الله. دیگه وقتتون رو نمیگیرم، ببینیم فقط بچه‌ها هر استاد اجازه دارم یه چیزی بگم. من این جمله کامل کنم بعد بفهمم. هر جا هر زمینه هر مشکلی برخوردین توی همون ژورنال خودتون یه هشتگ بزنین، سوالتون رو مطرح کنین. آره هر موضوعی که میخواد باشه، یعنی هر چقدر مبتدی و پیش پا افتاده و یا هر چقدر پیچیده و عجیب غریب فرق نداره، بپرسین سوالاتون رو همونجا. اونجا سریع ترین جاییه که همگی داریم چکش میکنیم و زودتر از همه اونجا به جواب میرسیم. اوکی حتما. بفرمایید جان. استاد اجازه من یه چیزی بگم. خواهش میکنم. سلام، شب شما بخیر، شب همگی بخیر. اولا که 10-12 دقیقه دیگه یه ساعت تکمیل میشه، میندازه بیرون دو. آخ. مشکلی نداره. الان عوض میکنیم. بعد دوباره بریم بیرون، دوباره بیام تو. آره مشکلی. آره من میسازم. بعد مسئله بعدی راجع به این دوستمون که راجع اکانت تریدینگ ویو پرسیدن، پرمیومش که قطعا لازمتون نمیشه چون پروپلاسش 100 تا الارم داره. همون پروپلاسش خیلی عالیه. پروش هم 20 تا داره، اگر با 20 تا کارتون رو میفته خب خیلی ارزون تره. ولی برای اینکه براتون خیلی ارزون بیفته هر کس میخواد بگیره، اگر کسی خارج از ایران داره که بتونه یه دونه کارت بین‌المللی بهش قرض بده، اول یه دونه یه ماهش رو اگر اکتیو بکنه، بعد از 15 روز بهش یه آف 60% مثل بلک فرایدی میده. یعنی اول نه یه سالش رو بخرید، چون اول ازتون مثلا واسه پروپلاس $300 میگیره، ولی اگه تونید یه ماه رو با یه کارت بین‌المللی که $1 هزینه داره اکتیو بکنید،
بعد از 15 روز بهت یه 60% میده، مثلا میشه هولوشن $180-90. اینو گفتم بگم حالا اگه کمک کرده باشه. دمتون گرم، عالی. ببخشید استاد بفرمایید. میخواستم یه 2 تا سوال مطرح کنم. یکی اینکه اول این راجع به موضوع این اکانت پریمیوم که میگن، من این پیج میشناسم، فکر کنم هزینه حالا به پول خودمون 1 تومن اینو براتون اوکی میکنه، حالا چه پریمیوم چه پروپلاس هر کدوم که خواستید اینو اوکی میکنه. حالا اگه دوستان خواستن من داخل گروه میذارم. بعد این مورد یک میخواستم ببینم الان برای ترید ارزهای دیجیتال خودتون با چه صرافی کار میکنید، یا اصلا الان از بروکر فارکس استفاده میکنید یا از صرافی؟ اینو میخواستم توضیح بدید لطفا. به روی چشم. بچه‌ها این مسئله‌ای که مربوط به تریدینگ ویو هست و حالا من جداگونه همه رو تو تلگرام براتون توضیح میدم که چه شکلیه. در رابطه با بروکرم چون الان فایل رو دارم ضبط میکنم، اجازه بدین دوباره همونجا توضیح بدم. بعد اونجا براتون توضیح میدم که حالا هم چه بچه‌هایی که ایران هستین چی کار بکنیم، چه دوستانی که خارج از کشور هستن و دسترسی بهتری دارن کدوم بروکرها تقریبا مناسب تره. اونجا میریم مفصل صحبتش رو میکنیم. الان به غیر از این 2 تا موضوع اگه سوالی هست بفرمایید، من در خدمتم. ممنون از شما، مرسی. شما خواهش می‌کنم. خب بریم ادامه بچه‌ها. استاد معذرت میخوام، سوال هست در این مورد؟ سوالی نیست. خب بگین سوال هست بفرمایید. سوالا یه مقدار آخر همچین حالا ضبط نشه بهتره، بذار بریم جلو، آخر جلسه من بعضیاشو میپرسم. خب عالی، خدا رو شکر. خب پس آقا تا اینجا ما قرار ژورنال بسازیم. ژورنال بخش مهمی از کارهایی هست که قرار هست انجام بدیم و سرفصلایی که قرار هست طی بکنیم. سرفصل کلیتش همون چیزی هستش که تو فایل PDF خدمتتون ارائه شده. طبیعتاً همه میدونیم 3 تا بخش هست که قرار هست با هم طی بکنیم، که بخش اول مربوط میشه به اینی که ما می‌خوایم یه سری تعاریف اولیه ارائه بدیم و چند تا سوال پیش میاد. اینی که آیا من نیازه که از قبل بدونم که این چیزایی که نوشتین الان رو چارت چی ان؟ نه، هیچ کدوم نیاز نیست شما بدونین. آیا اون صحبتایی که قبلا بوده دیگه به درد نمیخوره، اونا چرت و پرتن و دیگه اونا کارایی ندارن؟ نه، دوباره به این صورت نیست. یعنی همه اون داستان سر جاش، همه مطالب قبلی که داشتیم همه اونا سر جاش، هم اونا کارایی و اونا هم هیچ مشکلی در اونها وجود نداره. این اتفاقا پیش نیاد تو ذهنتون. ولی قرار هستش که از یه دریچه جدیدی با هم صحبت کنیم، یعنی یک زاویه جدیدی رو می‌خوایم بررسی بکنیم که توی این دیدگاه جدید دیگه نمی‌خوایم تحت لوای پرچم هیچ دیدگاه یا سبک دیگه‌ای باشیم و می‌خوایم مستقلاً به چارت نگاه بکنیم. پس از این منظر اصلاً از این بابت نگران نباشین که یکی این که من مباحث قبلی رو نمیدونم و مثلا چه می‌دونم توی اونا ضعف دارم، چون فرض بر اینه که شما فقط پیش نیازهای معرفی شده رو بلدین. یعنی در این حد بیسیک می‌خوایم با هم پیش بریم جلو و همه چیزایی که قرار هست، یعنی هر عبارتی که ازش استفاده می‌کنیم قرار ابتدا تعریفش کنیم که اگر میگیم اختیار منظورمون از اختیار چیه. شاید تو بعضی از این تعاریف هم به یک علتی که جلوتر پازل قرار یه شکل دیگه بشه شما یه سری تفاوت‌ها و چیزایی که قبلا میدونستین رخ بده و مبنای من همین چیزیه که اینجا تعریف میکنم. یعنی من بیس رو بر این میذارم که با این تعاریف اولیه قرار هست بریم سراغ انتهای داستان. پس بر این اساس اگر مبحثی از گذشته متفاوته، مبنای صحبت ما، مبنای همه حرفایی که در آینده با هم میزنیم، همه آن چیزهایی هستش که توی همین دوره با هم دیگه تعریفش میکنیم، بیسش رو میذاریم و میریم جلوتر. این در رابطه با این موضوع. پس تنها چیزی که نیاز بدونین اینه که یه سری مفاهیم اولیه مربوط به مارکت اینا چی ان، چه میدونم پیک ولیو چیه، لاتج چیه، لورج چیه. این دیگه اینا رو طبیعتا همه باش سر و کله زدین، خیلی خنده داره ما بخوایم در مورد این چیزا صحبت کنیم. اینا رو همگی ان شاءالله که اطلاع دارن و در مورد کلاسیک هم که صحبت کردیم طبیعتا باید اون تسلط وجود داشته باشه. یعنی به خودی خود شما بهتون بگن که آقا از منظر کلاسیک این چارت رو تحلیل کنی، هنوز باید تواناییش رو داشته باشی انجامش بدی، هنوز باید بدونی که دنبال چی داری میگردی و چی باید ببینی. یعنی بعضی وقتا خیلی از مشکلاتی که حداقل تجربه من بود توی آموزش‌های قبلی به این صورت بود که مثلا تشخیص سوینگ حتی برای طرف سخت بود، نمیتونست یه سوینگ رو تشخیص بده، تشخیص های و لوها براش سخت بود و خب این اتفاقا اینا همه برمیگرده به این که من بک خوبی از
حداقل کلاسیک نداشته باشم که معنای سوینگ رو نمیدونم، معنای روند رو نمیدونم، صحت خط روند رو نمیدونم، انواع خط روندایی که رسم میشه رو نمیدونم. هرچند که هر کدوم از اینا که لازم بشه من دوباره روش تاکید میکنم و در موردش صحبت میکنم. یعنی من سعیم اینه که از بیس هر چیزی که لازم دارم و خودم تعریف کنم و تا حد ممکن خیلی نیاز به ارجاع به گذشته نداشته باشیم، ولی دیگه اینا چیزاییه که واقعا باید بدونیم. یعنی از این دیگه مبتدی‌تر سخته که خیلی وقت گیر میشه که بخوایم از اینکه کندل چیه و اینا هم شروع کنیم بریم جلو. طبیعتا اینم هدف خیلی از ماها نیست. پس این در رابطه با این موضوع و اینی که من تمام تلاشم اینه که خیلی بیسیک شروع بکنم و نقطه پایان ماجرام به جایی برسونم که دیگه حالا یه پازل خیلی بزرگتر و یه تصویر خیلی گنده تری تشکیل میشه. فقط خواهشم ازتون اینه که تو این مسیر قدم به قدم با من بیاین، چون یه دونه از این اتفاقا از دستش بدیم، یه دونه از این نکته ها ایگنور بشه این وسط، خیلی اتفاقا یهو اونجوری که دوست دارین شکل نمیگیره، خیلی چیزا کنار هم اونجوری که باید تشکیل نمیشه. این باعث یه سری دردسر برام میشه بعد. پس سرفصلی که قرار هست شروع بکنیم با هم بریم جلو اینه که اول ما میریم سراغ پست. یعنی منظورمون از پست چیه؟ برای مثلا اگر ما در این مقطع زمانی از قیمت باشیم، هر آن چیزی که از این خط به عقب قرار میگیره برای ما پسته و ما نیاز داریم که بتونیم اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده رو با هم دیگه بررسی بکنیم، مرور کنیم، اینا رو بخونیم، ببینیم چه اتفاقی افتاد و برای هر کدوم یک تفسیری داشته باشیم. و خب برای اینکه ما بتونیم پست رو مطالعه بکنیم که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده، طبیعتا نیاز به سری تعاریف اولیه داریم. ابتدای جلسات قرار هستش که این تعاریف انجام بشه. فعلا اصلا تو تعاریف نمیدونیم اصلا کاربرد این چیزایی که داریم تعریف میکنیم چیه، فقط یه چیزی تعریف میکنیم و نمیدونیم به چه دردی میخوره، نمیدونیم اینو باید چه جوری تریدش کرد، هیچی ازش نمیدونیم. فقط ما میخوایم پست رو بتونیم لیبل بزنیم، بتونیم نامگذاری کنیم، صحیح این کار رو انجام بدیم و بعد از اینی که ما به پست در واقع مسلط شدیم میریم جلوتر سراغ اتفاقایی که توی بخش اپروچ در نظر گرفته شده میفته. منظور از اپروچ به این صورته که زمانی که قیمت در حال نزدیک شدن به یک ناحیه‌ای هست که شما از پست به دست آوردین، پست رو مطالعه کردین، متوجه شدین که فلان ناحیه از قیمت دارای اهمیته، حالا اینجا میریم سراغ اینی که قیمت چگونه در حال نزدیک شدن به این ناحیه شما هست که اتفاقات توی اپروچ با هم بررسی میکنیم که توی اپروچ هم در واقع سرفصل‌ها همونایی هستش که مطالعه کردیم و نهایتا میریم سراغ ریاکشن و توی ریاکشن ما 2 تا مسئله داریم. مسئله اولمون اینه که در واقع نوع ریاکشن مارکت نسبت به این ناحیه‌ای که ما در آوردیم به چه صورت میشه. یعنی من باید یه تخمینی از این داشته باشم که نوع ریاکشن مارکت به ناحیه‌ای که در آوردم قرار هست شارت باشه، قرار هستش که همراه با ریتریس زیاد باشه، قرار هست که مومنتوم خیلی کمی داشته باشه، یعنی با مومنتوم کم مثلا از ناحیه من دور بشه. به چه علت؟ قرار هست یه برخورد خیلی سریع داشته باشه و سریع خودش رو از اون ناحیه من جدا بکنه و این یه بخش کاره. و بخش دوم فکر کنم میتمون داره تموم میشه. من اگر اشکال نداره صحبت همجا نگه دارم که بحثم ناقص نمونه و کامران جان یه زحمت بکشه یه لینک دیگه جدید بذاره. من الان میذارم. آره لطف کنی که ممنون میشم. من ضبطم متوقف کنم که بریم اونور برسیم به ادامش. خب رسیدیم به اینجا که بچه همه هستین؟ من شروع کنم یا موندن دوستان؟ کامران جان اینجا 56 نفر نشون میده واسه من نمیدونم. آها خود کامران نیومد. بله تقریبا همه هستن. حالا بزنم؟ یکی 2 دقیقه صبر بکنیم بچه‌ها. خب فکر کنم تقریبا همه اضافه شدن. خب پس گفتیم که یه سری تعاریف اولیه قرار هست ارائه بدیم، بعد بر اساس تعاریف اولیه بتونیم گذشته قیمت رو نشانه گذاری بکنیم. برای اینکه من اینم پاک کنم، من همینجور مثال نوشتم، برای اینی که قرار هست یه سری نواحی از این گذشته به دست بیاریم
و بعد از اینکه نواحی رو به دست آوردیم قرار هست نحوه نزدیک شدن قیمت به این نواحی رو بررسی بکنیم و بعد از اینکه نحوه رسیدن قیمت به این ناحیه رو بررسی کردیم و همه چیز خوب و گل و بلبل و این شکلی بود، چیزی که برای ما اهمیت پیدا میکنه اینه که قیمت قرار هست چجوری به این ناحیه ریاکشن داشته باشه و گفتیم که توی مسئله ریاکشن 2 تا پارامتر خیلی مهم قرار هست با هم دیگه بررسی بکنیم. یکی در رابطه با اینه که خب قیمت میخواد چجوری به این ناحیه ریاکشن بده و قیمت قراره چه بلایی سر این ناحیه بیاره، که این همه برمیگرده به اینی که ما تفسیر درستی از گذشته داشته باشیم که بتونیم ریاکشن رو در واقع درست تشخیص بدیم، که طبیعتاً حالا با خیلی از مفاهیم آشنا هستیم که من از قبل باید یه انتظاری داشته باشم که این ناحیه‌ای که میخوام انتخاب بکنم قرار هست اینگولف بشه نشه و قرار دیاموند بسازه نسازه، کیو ام میکنه نمیکنه و همه این مسائل برای اینی که حالا من چجوری نسبت به همه این اتفاقایی که اتفاق افتاد قراره من چجوری ریاکشن داشته باشم. یعنی ما تمام این کارها رو انجام میدیم، چیزی که معمولاً نکته‌ای که اون آخر کار تو خیلی از حالا آموزشایی که همیشه چه خودم برگزار کردم چه بقیه دوستان برگزار کردن، نکته آخر خیلی مخفول مونده از این بابت که آقا من گذشته‌ام خوندم و همه این اتفاقایی هم که تو گفتی و درآوردم، باکسم هم درآوردم، قیمتم نقطه خورد توی اون جایی که درآوردم و همه چیزی که فکر می‌کردم اتفاق افتاد، فقط نتونستم تریدش کنم. و این نتونستم تریدش کنم برمیگرده به اینی که من خودم پلنی برای ریاکشن دادن به این اتفاق نداشتم، یعنی نمیدونستم اصلا باید چجوری حالا من به همه اینا ریاکشن بدم. که توی این بخش دوم در واقع فاز ریاکشنی که قرار هست با هم صحبت بکنیم، من تمام سعیم اینه که تمام اتفاقای روانشناسی، تمام بلاهای روانشناسی که سرتون در میاد رو صحبت بکنیم. یعنی فرضاً حالا چه مثال‌هایی که از گذشته هست چه مثال‌هایی که بعداً بررسی می‌کنیم اونجا ببینیم که خب من به صرفه هست که چه چیزی رو ترید بکنم، توی چه شرایطی مثلا من از گرفتن نوک قیمت پرهیز کنم برم سراغ اینی که یه جای وسط راه بیام تو چه شرایطی ترجیح میدم نوک قیمت رو بگیرم وسط راه شاید بهم اجازه نده بیام تو، فرصت نده اصلا. و همه اینا رو می‌خوایم با هم بررسی بکنیم که خب بخشش هم برمیگرده به اینی که یه سری اتفاقای روانی این وسط سرمون در میاد، یه سری بلاها اینجا داره سرمون اتفاق میفته که باید بدونیم که اینا چی هست تا در واقع این بلای سرمون در نیاد. من اگه بتونم بشناسم که اینجا از نظر ایموشنالی من چه تریکایی میخورم خیلی بهم کمک میکنه برای اینکه از یه تحلیل درست در واقع یه ترید خوبم بتونم در بیارم. که خب خیلی مشکل عمده همه ما فکر میکنم هرچی جلوتر میریم میبینیم که خودمون نمیدونیم باید نسبت به این اتفاقا چه جوری ریاکشن داشته باشیم. یعنی الان فکر میکنم خیلی یه تعدادی از شما دوستان به اندازه کافی توانایی تحلیل کردن دارین، به اندازه کافی میدونیم که مارکت داره چی کار میکنه، خیلی اونجوری هم که فکر میکنیم دیگه گیج نیستین تو ماجرا، یعنی داستان دستتونه که بازی به چه شکله. ولی خب از این بابت که نمیتونین نسبت به این اتفاقا ریاکشن داشته باشین و فقط نظاره‌گر شدین یه ذره کلافه این و اعصابتون خورده و اینا داره براتون یه سری مشکلات ایجاد میکنه. تا حد امکان من هر چیزی که سرم اومده و میدونم که توی چه شرایطی چه بلایی سرتون میاد دقیقاً کنار همون چیزایی که داریم توضیح میدیم که شرایط به چه شکله و حالا تو تحلیل کردن داریم چیکار میکنیم، من سعی میکنم که اینا رو هم توضیح بدم که چجوری ریاکشن داشته باشیم. برای مثلا اگر شما فرضاً تلاش کردین یه لگ خلاف جهت ترید بکنین و حالا به هر دلیلی به این نتیجه رسیدین که یک لگی این ارزشو داره که من خلاف جهتیشو بگیرم، تو این خلاف جهتی چه بلاهایی سرم در میاد، بعد چه راهکارهایی براش وجود داره. اگر تصمیم گرفتم مثلا لگ شارپ رو ترید بکنم، یعنی اون لگی که دیگه در جهت و درست است اونو ترید بکنم، اونم یه سری تریکای در واقع خاص خودشو داره که سرمون در میاره، اونا رو بررسی بکنیم. و خیلی وقتا حالا جلوتر که میریم میبینیم که معمولا تو خیلی از شرایط شاید ما از گرفتن مثلا پوینت اینجای قیمت پرهیز بکنیم و ترجیح بدیم مثلا این شادویی که اینجا اتفاق افتاده اینو ترید بکنیم، که حالا جلوتر حالا هرچی تو بحثا بریم با هم میبینیم که دلایلش چیه. هم از نظر ریسک به ریوارد شاید قصه رو تغییر بده، یعنی هر چند که شما دارین دیرتر ورود میکنین ولی باز آر بهتری میگیرین، و همان از این نظر که اون تایمی که به هر حال طول میکشه تا قیمت یه بیسی بسازه تا حرکتش رو بخواد شروع بکنه
شما اون تایم وقتی توی مارکت هستین طبیعتا تحت یه سری فشارها و استرس‌ها قرار میگیرین، دوچار شک میشین که آخر تو راه میری نمیری، درسته غلطه، چی شد، نکنه این کارو بکنه، نکنه اون کارو بکنه. ولی خب بعضی وقتا وسط راهو که تصمیم میگیریم بیاین تو، در واقع نوک شروع حرکت رو شما گرفتین و تمام اون فاصله که قیمت داشت رنج میزد و بیس میساخت و شما کامل از مارکت بیرون بودین. خب این حتی اگر آر به آرتون هم ضعیف‌تر بشه باز ارزشمنده، چون از نظر روانی خیلی کمتر تحت فشار قرار گرفتین. پس توی قسمت ریاکشن هم این دوتا مقوله رو قرار هست با هم صحبت بکنیم. بعد از اینی که یه خوانشی از قیمت به دست آوردیم و همین داستان تموم شد، میرسیم سراغ بحث تریدینگ پلن. و چرا داریم در مورد تریدینگ پلن حرف میزنیم؟ نمیگیم مانی منیجمنت، چون طبیعتاً مانی منیجمنت هم زیر مجموعه این تریدینگ پلن شما قرار میگیره و یه تریدینگ پلن وجود داره که ثابت و شخصیه برای خود من، کاری که خود من دارم میکنم، که اون همون چیزیه که حالا تو دوره با هم صحبت میکنیم. بعضی از شماها احتمالاً اون تریدینگ پلنی که من دارم به خاطر مایندتی که شما دارین ممکنه براتون کارایی نداشته باشه، ممکنه باهاش راحت نباشین، ممکنه اون مدل فکر کردن شما با مدل فکر کردن من جور در نیاد. لزوما هم قرار نیست شما مثل من فکر کنین، چون دو تا شخصیت جدا هستیم، دو تا کاراکتر جدا هستیم، ویژگیامون مختلفه و به همه این دلایل اون تریدینگ پلنی که من میگم شاید برای بعضی از شماها به درد نخوره و اذیتتون کنه که اگر چنین اتفاقایی افتاد اینا رو هم دوباره به من بگین، یعنی با هم دیگه صحبت می‌کنیم، تعامل می‌کنیم که میگی آقا من با این شرایطی که تو میگی یه ذره مایندست هم جور در نمیاد، نمیتونم ترید کنم و من اینجوری فکر می‌کنم. اون موقع با هم یه تریدینگ پلن جدا مشخص برای شما میشینیم طراحی می‌کنیم که بهتره که شما چی کار بکنین. و پس توی اون قصه تریدینگ پلن که هم شامل مانی منیجمنتمون میشه، هم شامل تعریف کردن حالا پارامترهای دیگه‌ای که قرار بعدا با هم صحبت کنیم میشه، یه داستان کلی با هم صحبت میکنیم که این به صورت کلی قصه است و اون چیزیه که من خودم دارم ازش استفاده میکنم. و تریدینگ پلن هم بچه‌ها مبنای قصه رو من در نظر گرفتم که قرار هستش که حالا توی این جمع یا یه سری از بچه‌ها هستن دارن برای بعضی از شرکت‌ها کار میکنن، یا بعضی‌ها هستن دارن به یه سری از شرکت‌ها خدمات تحلیلی ارائه میدن، یا بعضی از بچه‌ها هستن که حساب پراپ دارن میخوان روی اونها کار بکنن. و اون تریدینگ پلنی که داریم در نظر میگیریم برای این شرایطه، یعنی برای این قصه است و توی همچین اسکیلی میخوایم صحبت بکنیم. قصه ها قرار این شکلی باشه و این کلیت داستان، یعنی برنامه ما، اون تریدینگ پلن ما این شکلی نیستش که یه اکانت $1000 رو چجوری بکنمش 50,000 تا. قرار نیست در مورد این موضوع صحبت بکنیم. هرچند که حالا باز توی اون قصه تریدینگ پلن بریم، من چند تا حالا تریک در واقع ترفندایی که جاهای دیگه دیدم و به نظرم جذاب میاد در موردشون صحبت میکنم، ولی آنچنان خودم پیشنهادش نمیکنم، چون اینا در واقع چیزی نیستش که روی یه حساب درست حسابی بزرگ که شما میخواین ان شاءالله در آینده مشغولش بشین بتونین این کارا رو انجام بدین و خب سخته. بیشتر به درد همون اکانت کوچیک و بلو آپ کردن اون اکانت میخوره که چجوری مثلا اکانت کوچولو رو تحت ریسک شدید قرار بدیم ولی ریواردی که میگیریم یهو اکانتو خیلی انفجاری رشد بده. حالا اونا رو هم در موردش صحبت میکنیم، ولی باز پیشنهاد من نیست، یعنی برنامه ما هم تریدینگ پلنی هستش که مشخصه و قرار هست با هم پیش بریم. یه سری صحبت‌ها با هم خواهیم داشت در رابطه با مایندست که در واقع متفاوت از اون بحث روانشناسی و سایکولوژی ما هست، چون بحث روانشناسی طبیعتاً کیس به کیس فرق میکنه، هم از نظر اینی که شما در واقع چه شخصیتی دارین، هم از نظر اینکه مارکت در چه وضعیتی قرار گرفته. یعنی خیلی وقتا شما باید بدونین که تحت چه شرایطی شما اصلا نباید تو بازار باشین و باید پرهیز کنین، حتی اگر همه اتفاقات هم میدونین به خاطر اون شرایط سایکولوژی که سرتون در میاره باید بتونین تشخیص بدین که آقا اینجا الان این جای مارکت حداقل مال من نیست، وای میسم شرایط شفافتر بشه، به اون در واقع نقطه حرکت با مومنتوم قیمت نزدیکتر بشم که بتونم بهتر شکارش کنم. بعضیاتون هم طبیعتاً اصلا این شکلی نیستین، یعنی صرفاً براتون ریسک ریوارد اهمیت داره، یه دونه آر ثابت همیشگی بتونم بگیرم تو هر شرایطی از بازار که بودم. میخواد بازار اینجوری رنج این شکلی باشه، میخواد بازار اینجوری باشه، من در صورت مثلا یه دونه 1/3 1/4 میگیرم، 1/2 میگیرم، هرچی و در میرم دیگه، خیلی کاری به این ندارم که بازار چه شکلی و اینا. این از نظر مایندست هر کدوم از افراد فرق میکنه. پس جدا از اون بحث سایکولوژی که چه بنا به شرایطی که توی مارکت پیش میاد با هم صحبت میکنیم که اینجاها چه اتفاقایی میفته و ما درگیر چه مشکلاتی میشیم، هم اونو صحبت میکنیم، هم یه قصه جدا داریم برای این که در واقع موضوعی که برمیگرده به مایندست ما
و خیلی از مواردی که ما به مشکل میخوریم از این نظره که داریم از یه زاویه بدی به قصه نگاه میکنیم. یعنی مثلا چه میدونم طرز دیدگاه ما نسبت به قرار دادن یا قرار ندادن استاپ لاس یه سری اشکالا داره، طرز نگاه ما نسبت به معقوله ریس فری شاید یه سری اشکالا داشته باشه، طرز نگاه ما نسبت به نمیدونم مثلا حالا هر مورد دیگه مثل هج کردن ممکنه داره اشکالاتی باشه. اگر از یه سری زاویه‌های دیگه به قصه نگاه بکنیم خیلی از کارا برام راحت‌تر میشه. حالا حداقل این تجربه بوده که من این مدت داشتم. یعنی برای مثال مثلا جلساتی که تو کافه ترید برگزار شد یه چند بار در مورد مایندست صحبت کردیم، بعدش من اصلا بازخوردهای خیلی عجیب غریب خوبی گرفتم که بچه‌ها گفتن آقا من اصلا تا حالا اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم، اگه اینجوری نگاه می‌کردم هیچ وقت این چیزی که الان برام دغدغه است اصلا دغدغه نمی‌شد و اصلا داستانم حل شد. فقط داستان برمیگشت به این که یه زاویه دیدی انتخاب کردین که اون زاویه دیده شاید درست نباشه. پس اون داستان مایندست هم با هم صحبت می‌کنیم و در نهایت امرم یه سری مسائل در واقع حقوقی هست که شما باید بدونید به عنوان کسی که قرار هست بعداً توی حالا یه سری از شرکت‌ها فعالیت بکنین، بعداً جایی برین مشغول بشین، یه سری اطلاعات حقوقی در رابطه با اینی که خب ما معمولاً اصلا نرم کار چه شکلیه، فضای این شرکت‌ها به چه صورته، من اگه بخوام برم یه جایی مشغول بشم باید چه پروسه‌ای رو طی بکنم، چه فرآیندی داره و حالا به فرض که مشغول شدم من چه مسئولیتایی دارم، باید چی کارا بکنم و از نظر حقوقی نوع قراردادی که باید ببندم چه شکلی باشه، معمولاً عرف این اتفاقات چه شکلیه، که یه سری نکات این شکلی هم هست که در مورد اونها هم کامل مفصل صحبت می‌کنیم. در آینده هم هر جایی که توی این زمینه به مشکل خوردین حالا هم میتونین از اگر وکیل دارین شخصا میتونین از اون استفاده بکنین، اگر نه که دوباره به خود من ارجاع بدین، من کمکتون میکنم توی این زمینه و حالا سوالی که هست مشورت میگیرم و میام توضیحی که لازم داره رو بهتون میدم. این کلیت مسئله هست که قراره با هم طی بکنیم. تا اینجای کار اگر سوالی هست نکته‌ای هست بهم بگین و اگر نه که بریم سراغ مبحث بعدی. بچه صدای من که بوده ایشالله. بله صداتون بود. خب تا اینجا سوالی، مسئله‌ای، حرفی، نکته‌ای، پیشنهادی؟ استاد ببخشید به نظر من همین آخر جلسه سوال پرسی بهتر نیست؟ چرا؟ حالا اونا با هم صحبت می‌کنیم. آخر جلسه هر سوالی داشتین که من هستم خدمتتون. میگم تا اینجایی که صحبت کردیم توی این موضوع سوالی برای کسی پیش نیامده؟ خب استاد من یه سوال بپرسم ببخشید. حتما خواهش میکنم. هر آنچه که امین همتی آقای مرادی یاد دارن رو قرار بیاموزیم یا نه فقط تکه هایی که لازم است؟ نه من هر آنچه که بلدم رو سعی میکنم ارائه بدم. خیلی ممنون لطفا. من تا حالا این خصاصت رو حداقل توی قصه آموزش نداشتم. یعنی هر وقت هر چیزی میدونستم و گفتم، اینجا طبیعتا به همون طریق قرار هست پیش بریم. ممنون از لطفتون. مرسی. قربون شما سلامت باشین. خب استاد ببخشید یه سوالی. آره حتما بفرمایید. فقط می‌خواستم بدونم ساعت و تایم جلسات به چه شکله که بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم به صورت دقیق. خیلی عالی. بچه‌ها قرار هستش که جلساتمون سه شنبه ها باشه، جلسات تدریس، و که هم مارکت باز باشه هم وسط هفته باشیم. تایمش هم به نظر من پیشنهادم اینه که تایمش رو حوالی ساعت 8 شب اینا در نظر بگیریم. توی هر هفته یعنی هر سه شنبه ما 2 تا جلسه خواهیم داشت، 2 تا جلسه 1.5 ساعت با یه اختلاف زمانی استراحت این وسطش که یه تایم مثلا 20 دقیقه نیم ساعته هم استراحت بکنیم، برگردیم واسه جلسه بعدی. حالا اگر یا قبل شام خوردین یا میخواین شام بخورین، حالا بعضیا دوستان دیگه‌ای که کشورهای دیگه هستن، به نظرم انتهای مارکت آمریکا بهترین زمانی هستش که تقریبا هم هستن. یعنی هر کی هر جای دنیا باشه تقریبا به این تایم عادت کرده دیگه. حالا یا ساعت 7 یا ساعت 8 شب به وقت 3:30 GMT به وقت تهران.
جلساتمون شروع میکنیم و هر جلسه هم خیلی عالیه. هر هفته هم 2 جلسه داریم، یعنی هر سه شنبه 2 جلسه هست داریم که هر کدوم 1 ساعت به نظر استاد اگه من نظر شخصی بشه یکم زودتر همون حوالی ساعت 7 اینا شروع بشه، چون جلسه خوره مدت زمانی زیاده که بتونه به بقیه کارام برسیم. حالا ببینیم بقیه دوستان چه نظر دارن. اگر کسی این هست اگه باشه عالیه. حوالی مشکلی داره حتما به من بگه، ببینیم چیکارش میتونیم بکنیم. این در رابطه با این جلسات پرسش و پاسخ هم شنبه یک شنبه هست که مارکت تعطیله و دیگه تقریبا کاری نداریم، که اون جلسات توسط محمد رضا و کامران عزیز برگزار میشه که اونم دوباره همین شکله، یعنی در واقع شنبه رو حالا یا کامران عزیز یا محمد رضا عزیز برگزار میکنن، یکی از این دو بزرگوار، و ساعتش هم فقط جلسه پرسش و پاسختون طبیعتا طولانی تره و یک شنبه هم یه جلسه دیگه داریم که دوباره به همین شکله که همه سوالات مربوط به اون 2 جلسه تقریبا جمع آوری بشه و کامل بتونیم مبحث رو ببندیم بریم سراغ مبحث جدید. این خیلی ممنون. یه نکته دیگه من دیگه هم که داشت اینو بگم که فراموش نکنم، اینی که آقا ما هرچی همکاریمون این وسط بیشتر بشه، هرچی تعاملمون رو بالاتر ببریم، طبیعتا بازخورد بیشتری میگیریم. این تعامله من تمام سعیم هست که از طرف خودم با شما عزیزان اتفاق بیفته. یه تعامل دیگه هم لازم داریم که اون مربوط به خودتون با هم میشه، یعنی هرچی که حالا هر کدوم از دوستان که اینجا هستن اگر با هم آشنایین، دوستین، بتونین اگر دوست دارین با هم گروه جدا تشکیل بدین، اگر میتونین با هم جلسات جدا لایو برین صحبت بکنین، اگر میتونین با هم سر کله بزنین، به هم دیگه کمک بکنین. از الان هر کسی دوستای خودش رو پیدا کنه، رفیقای خودش رو پیدا بکنه، یه کانکشنای اینجوری برقرار بکنین که این بعدا خیلی کمکتون میکنه. خیلی وقتا ذهن خود آدم روی موضوع قفل میکنه و دیگه نمیتونه چیز جدیدی وارد مغزش بکنه، از یه چشم یه نفر دیگه همه مسائل یهو باز میشه. پس این کمک هم به هم دیگه بکنین که بتونیم این کامیونیکیشنمون رو بالاتر ببریم برای اینکه بهره بیشتری بگیریم. جان من در خدمتتونم. استاد امکانش هست من این سوال بپرسم خدمتتون؟ حتما، خواهش میکنم. در مورد تریدینگ پلن یه صحبتی داشتید همین بخش قبلی صحبتاتون، و خب همه قاعدتا با علم به این موضوع که مخاطب این دوره چه کسانی هستن، همونطور که تو کلاب هاوس صحبت کردید با علم به این موضوع اومدیم و خب حالا همونطور که شما فرمودین یا حساب‌های پراپ یا حالا حساب‌های بزرگ یا حالا برای شرکت‌های تحلیل انجام میدن یا حالا براشون ترید انجام میدن. خب این رو شما مشخص کردید، ما هم با علم به این موضوع خب وارد این گروه شدیم که شرکت کنیم اینا رو. منتها یه سوالی که من داشتم، خب طبیعتا وقتی توی چنین سطحی قرار بگیره، طبیعتا اون موضوع حساب‌های کوچیک و اینا هم یه چیزیه که داخلش خود به خود قرار میگیره. این رو من درست متوجه شدم یا کلا اشتباه متوجه شدم؟ من فقط خواستم انتظاری که از فرایند و نتیجه داریم و مشخصش بکنیم که درست انتظارمون قصه این نیستش که یه اکانت کوچولو رو خیلی بزرگش کنیم. برنامه‌مون به این دقیقا منم منم اصلا اینو متوجه هستم. منتها منظورم اینه که وقتی پلن انقدر بزرگ باشه قاعدتا این کوچیک رو هم خودش خود به خود در بر میگیره، وگرنه مطمئنا تمام کسانی که اینجا هستن، چه من چه حالا بقیه دوستان، این نیستش که بخوان یه اکانت به قول شما $500 یا بکنن $50,000. ببینید حالا جلوتر میریم متوجه میشیم فرق دارن، یعنی اینجوری نیست که بگیم چون که سعید آیت 90 هم پیش ماست، من اگه مثلا بدونم که اون حساب بزرگه و چیکار کنم کوچیکرم کاری ندارم، چون دو تا انتظار مختلف. این بلای سر همه کسایی که دفعه اول و دوم میرن حساب پراپ میگیرن در میاد، بخواین نخواین این اتفاقا براتون میفته که چی؟ که شما خب عادت دارین به اینی که آقا من باید یه موومنت گنده‌ای بگیرم، مثلا باید یه آر خوب بگیرم، وگرنه که حساب مثلا چه می‌دونم 5000 تایی 1000 تایی به جای نمیرسه، مثلا حرکت‌های کوچیکو بگیرم درست من پارشال اگزییت بکنم و اینا به جایی بر نمی‌خوره، مثلا من سیستم پارشالم بکنم دیگه چیزی تهش نمیمونه و این رفتارها یه عادتایی برای ما میسازه که این عادت‌ها متناسب با اون اکانت هست، ولی روی حساب بزرگتر که میایم عدد رقم‌ها که تغییر میکنه اون موقع خیلی میارزه،
یعنی فرضاً میریم جلوتر به یه جایی میرسیم که شاید لازم باشه شما یه پوزیشن 1 به 2 رو با ریسک 5% ترید کنین، درست؟ و اونجا داستان متفاوت میارزه، خیلی همه چی جوره. یعنی متوجه میشیم که لزوما مثلا من نیاز به آر 1 به 10 ندارم، من نیاز به 1 به 2 با خیال راحتی دارم که بتونم ریسکمو افزایش بدم، که حالا این ریسکم بعدا صحبت میکنیم که دیگه چه جوری این اتفاقا میفته، با چه منطقی میخوایم این کارا رو انجام بدیم. و حالا اون 1 به 2 رو من 3 جا پارشالش میکنم چون دارم 5% ریسک میکنم روش. انتظاری که تو ترید این متفاوت میشه وقتی حساب کوچیکه و وقتی حساب بزرگه. من کاملا جوابم گرفتم و دقیقا همون چیزی که تو ذهنم بود جواب دادید شما. خیلی خوشحالم که دقیقا همون چیزی که می‌خواستم بشنوم و شنیدم. خدا رو شکر، عالی. خیلی ممنونم از لطفتون. اصلا من یه سوال میتونم بپرسم؟ خواهش می‌کنم ببخشید. آره این دوستمون بگم بعد من در خدمتتون هستم. عذر جناب مهندس، من یه سوالی دارم. قبل از اون یه کوچولو یه توضیحی دارم خدمتتون عرض کنم. من بعد از 3 سال توی مارکت، 1 سال نیم گذشته با شما آشنا شدم و دوره پیوت رو اومدم جلو، چون قبلا توی مارکت بودم و دوره پیوت رو که دیدم تریدام خیلی خوب شد، یعنی یه تایمی خیلی فوق العاده عالیه. خب بعد از اون، حالا بعد از دوره پیوت شما شروع کردید یه سری مقاله اصطلاحات RTM رو وارد کردید و تو جلسات بعدی و بعد اومدید تو هنر جنگ اضافه شد و اینها. من واقعیتش بعد از اون هنر جنگ، مطالب هنر جنگ اومدم رو احتمالاً تجربه کردیم بعدش. اومدم داخل خدمتتون عرض کنم تمام PDF هایی که گذاشتید و مطالبی که آقا کامران زحمت کشیدن اینا خب خیلی خوب بود، ولی واقعا گم شدم. یعنی به جایی رسید که نتونستم ترید کنم، یعنی واقعا چند بار ترید کردم و خیلی تریدام کم شد. دنبالی هستم. سوالم اینه که توی این دوره، حالا درست تمرین و اینها داریم، اون مباحثی که بتونیم تمام ترید، یعنی تریدر شدنه رو دوباره برگردونیم هست میگنجه؟ سوالم واضحه؟ کاملا سوالتون واضحه. یه اعتماد به نفسی وجود داشته که این اعتماد به نفس الان از دست رفته. خب ما الان تو فرایند احیا کردن اون اعتماد به نفسیم. درست متوجه شدم سوالو؟ درست. نه دقیقاً خب این کاملا پروسه طبیعیه که دارین طی می‌کنین. یعنی بلافاصله که گفتین اون اتفاق افتاد، من گفتم حتما شما اون سقوط آزاده رو الان تجربه کردین. فکر نمی‌کنم باشه که از اول سعودی باشه قصهش، یعنی از اول شروع کرده بد بوده، بعد خوب شده، هی بهتر شده. هممون یه سری افتضاح‌ها این وسط برامون رخ داده، یعنی یه سری سقوط‌های خیلی وحشتناک وسط این پروسه سر هممون در اومده، سر منم در اومده. یعنی اینا فقط مختص شما نیست، تجربه‌ای که همه خواه ناخواه دوچارشیم. من همه سعیم اینه که یک تو قصه مایندست در مورد اینا خیلی صحبت بکنیم، چون چیزی که الان شما از دست دادین در واقع اون اعتماد به نفسی که از دست رفته باعث شده که شما تحلیل میکنین، تحلیلتون هم درسته، فقط قدرت فشار دادن اینتر آخرش رو ندارین. به علت اینه که در اون لحظه شما دارین به 15 تا چیز متفاوت فکر میکنین. یعنی یه جا ذهنتون میگه نکنه اینجوری شه، یه جا میگه این الان هانت شده، یه جا میگه نه این گلفه. یه بخشش برمیگرده به اون تحلیل کردن شما که درست بشه، که اون خیلی پروسه سختی نیست. یعنی هر کس که محتوا رو بگیره دستش اون علمو به دست میاره، کار سختی نیست. این اعتماد به نفس خراب شده اصل بدبختی همه ما همینه. یعنی چون اون فراز و نشیب همه طی می‌کنیم، همه اولش با یه سری دانسته ها وارد مارکت میشیم و دانسته هم دانسته های کاراییه، داره کار میکنه، فقط وین ریت داره. یعنی در 80% موارد، دارم عدد گنده میگم، در 80% موارد درسته، یه 20% غلطه. به محض اینکه با اون 20% مواجه میشیم اعتماد به نفس نابود میشه و میبینین که همه چیز شما میدونین درسته، چه میدونم اینجا گفتین میاد بالا، اینجا میره پایین، همه اون اتفاقا افتاده ولی یه دونه‌اش جرئت نکردین اینتر بزنین. اینا یه بخشش برمیگرده به اون مایندست اشتباهی که براتون شکل گرفته، که یه بخشش اینه که حالا من همه سعیم اینه که بتونیم چند تا جلسه داشته باشیم، مثلا با گروه‌های 5 نفره 5 تایی بشینیم با هم صحبت بکنیم که بخشش اونجا حل بشه. یه سری توضیحات هم توضیحات کلیه، یعنی در مورد بعضی چیزا مدل فکر کردن رو یه ذره تغییر بدیم و متوجه میشیم مثلا این داستانی که من الان انقدر درگیرش بودم آنچنان چیز مهمی هم نبود، اگه یه جوری دیگه بهش نگاه می‌کردم کامل قصه برطرف میشد. مثل مثالی که همین الان خدمتتون توضیح دادم دیگه. یعنی
ما خیلی انتظار داریم که من الان باید بیام مثلا بتونم نوک این شادو رو همونجوری که امین میره از چپ پوینت در میاره پوینتشو درارم، با یه پوینت هم استاپ بذارم که مثلا یه آربار 1/50 بتونم از بازار بکشم بیرون. نه اصلا این خبرا نیست. شما همینو بتونی فقط تشخیص بدین از این بالا میاد زیر این کفا میزنه، استاپتو بذاری اون بالا و این پوزیشنت 1/1 باشه، فقط به جای 1% ریسک جرأت داشته باشه 20% ریسک بکنی، انگار 1/20 گرفتی، هیچ فرقی نکرده. خب ولی شما یه راهی رو انتخاب کردی که من باید پوینت اینو درارم. خب این از یه مایندتی میاد که داره این براتون در میاره. شخص به شخص این داستان فرق میکنه. یعنی یه نفر با این راحته که آر گنده داشته باشه ولی ریسک پایین. شخصی هم هستش که میگه نه آقا من که میدونم مثلا چون من به فلان دلیل دیگه من همه جا دیدم آقا این سکرت که میده بی‌انصاف میره کارشو میکنه، اصلا تعارف نداره. یعنی مثلا نمیشه اینجا سکرت بده از این کف برنگرده اینو بزنه. خب حالا که اینو میدونم من لنگ این نوک قیمتم برای اینکه این آخر مثلا با این لو میخواد بچرخه یا با لو بعدی، این نباید دردسر بزرگی برای من بسازه وقتی من این همه از مسیر قیمت رو میدونم. پس کاری که میکنم اینه که ریسکم رو افزایش میدم، استاپم رو بزرگ یعنی آربا رو کاهش میدم، ریسک رو افزایش میدم به علت حالا دقت بالاتری که توی تحلیل نسبت به یک موضوعی دارم. یعنی همه فرآیند برام شفاف شده و فهمیدم که دیگه الان دیگه وقتشه بچرخه، یعنی هر چیزی که باید میدیدم و مثلا دیگه اینجا دیدم. پس یه استاپ بزرگتر میگیرم که این استاپ ممکن اصلا پشت لوی اینجا باشه، یعنی یه آربار خیلی کم. حالا خیلی کم هم که داریم میگیم خیلی هم اونجا بدبخت کم نیست. مثلا چه می‌دونم یه دونه 1/4 میگیرم ولی روی این 1/4 من خیلی خیالم راحته و حالا طبق اون اتفاقی که تو تریدینگ پلن میفته من 1/4 با ریسک 5% یهو میگیرم، با ریسک 10% میگیرمش و همون کاریو میکنم که اگر نوک این شادو رو گرفته بودم اتفاق میافتاد، هیچ فرقی نکرد. خب یه بخشی از داستان این شکلی شده، یعنی مایندست های متفاوت داریم. بعد این مایندست ما رو کرده آره یه سری بلاهای این شکلی داره سرمون در میاد، خیلی چیزا رو میدونیم نمیتونیم بگیرینش. نمیدونم حالا پاسخ سوالتون. بله آقای مهندس، همین سوالم همین بود و اینکه پرداخته میشه به این موضوع دیگه توی این جلسه واقعا بحث ترید این داستان ها و این ساخته بشه. یعنی مرسی. خیلی از بچه‌ها هستن به اندازه کافی علم و دانش تحلیل کردن مارکت رو دارن، خیلی تعداد خیلی زیادی هم داریم. بدبختیش اینه نمیدونن باید چجوری ریاکشن بهش بدن، نمیدونن که چجوری باید به قصه فکر بکنن تا ماجرا درست بشه. خیلی ممنونم. دقیقاً مهندس تشکر. سلام. آقای ارادت. قربون شما سلامت باشید. بچه یه دوستی قبل از ایشون میخواست صحبت بکنه. این دکمه دست زده بودیم ما یه چند دقیقه‌ای بود. واجزات یه سوال کوتاه بپرسم. این الان شما گفتید که 2 تا 1 ساعت و نیمه یعنی 8 هفته میشه. بله. 16 جلسه تو 8 هفته. و یه سوال دیگه توی اون حالا یه هفته یا 2 هفته چه جوریه برقراره یا نه می‌خواید تعطیل؟ نه عیدو کامل چیز می‌کنیم تعطیل می‌کنیم که هم یه فاصله بیفته چون آخر داستان میرسیم، یعنی احتمالاً تا حالا یا قبل عید یا 1-2 جلسه بعد عید ما دیگه تقریبا داستان تحلیل رو جمع کردیم و تو فرایند تریدینگ پلن و تو فرایند مایندست هستیم. اون بازه بشه یه فرصتی برامون که بتونیم تمرین بکنیم که اشکالات بیشتری که براتون پیش میاد و دیگه همه رو ببندیم، بعد با یه خیال جمع‌تری بریم سراغ اون 2 تا موضوع آخر. 2 هفته عید رو در نظر گرفتیم که تعطیل باشیم، یعنی هم کسی مسافرت میخواد بره بتونه انجام بده، حالا اگر دیده بازی هست اتفاق بیفته توی اون تایم دیگه درگیر نباشیم. خیلی ممنون از توضیحتون، لطف کردید. قربون شما سلامت باشید. بچه‌ها موافقین با قصه دیگه؟ یعنی عیدم نشینیم پای چهار. بفرمایید من در خدمتتون. سلام، وقت بخیر استاد. خدا قوت میگم به حضرت عالی و تشکر از زحماتی که میکشین. یه صحبت داشتم، البته من خودم 2 بار کافه ترید خدمتتون رسیدم. خب خیلی از دوستان نمیشناسم واقعا، ولی اگر بشه مثلا همون جمع‌های 5 نفره اگر بشود در همون کافه ترید مثلا روزهای خاصی صرفا جهت این گروه جمع‌های 5 نفره 10 نفره که میتونن اختیاری اونجا مبحث جدیدی مطرح نشه، همون دوره همی‌ها به قول معروف اونجا اتفاق بیفته. اینم یه پیشنهاد بود، گفتم اگر امکانش بود برای افرادی که اینجا هستن، حالا افرادی هم که می‌بینی شهرستانا با هم یک لینکی یا خارج از کشور با هم یه لینکایی داشته باشن، تعریف بشه که شناسایی بچه‌ها با هم بیشتر انجام بشه.
من مسئله ندارم از این بابت، حالا مشکلی نیست، یعنی میتونیم این هماهنگی رو انجام بدیم. فقط من بیشتر تاکیدم روی اینه که همین اول کاری دوستاتون رو پیدا بکنیم، چون جلوتر این جمعی که اینجا میسازیم بعدا خیلی به دردتون میخوره. چون ببینیم بچه واقعا تریدینگ کار یه نفره نیست، یعنی شما دارین همزمان کار 10 نفر آدمی که توی مثلا جاهای دیگه مشغول هستن رو دارین خودتون تنهایی انجام میدین، در صورتی که واقعا این همه فعالیت واسه یه نفر نشده. به خاطر همین پیشنهاد میدم که بشه اون جلسات حضوری نه اونجا مبحث جدیدی اصلا مطرح نشه، چون اونجا فقط آشنایی بیشتری بین بچه‌ها با هم دیگه است و اونجا اون گروه‌های 4-5 نفره و حلقه‌های اینا میتونه اونجا بیشتر تشکیل بشه با مباحث حضوری. من مشکلی ندارم، استقبال میکنم از این قضیه. ممنون و متشکرم. شما سلامت باشین. سوالی مدت رئیسان کردم. صدا من داری شما نداری؟ بله بفرمایید. خسته نباشید. من خواستم یه سوال پرسم راجع به این پراپرما، اصلا نظرتون چیه؟ آیا با اینا اوکی آدم کار کنه؟ ببینید آخه مسئله که الان پیش اومده، مسئله خب اینا حالا که پولای سنگین ازشون بگیری، حالا اکانتم به ماه تا پس کنی بری جلو. بعد این بعدها توی برای ترید کردن شما به نظر مثلا برای ترید کردن کسی که داره با این کمپانی پراپ داره کار میکنه، بعدا براش مشکلی بیشتر یا برای خودش که بخواد مثلا با پول خودش کار کنه؟ مثلا کلا نظرتون راجع به این پراپرما اصلا مثبت یا منفی؟ اینم اگه اجازه بدیم من بعد از اینکه ضبط و قطع کردیم در مورد صحبت بکنیم، چون هم یه سری خوبی‌ها داره هم یه سری بدی‌ها داره و هم حالا می‌خوایم در مورد شرکت‌های مختلفش اسم ببریم و صحبت بکنیم، یعنی کیس به کیس و در موردشون صحبت کنیم. اینم اگه اشکال نداره بمونه، حالا بعد از اینکه ضبط قطع شد من جدا براتون توضیح میدم. این چیزا نداره. بعد سوال بعدی که این درس‌های پرسش پاسخ هم ضبط میشه، یعنی شما فقط درساتی که ما تدریس می‌کنید؟ نه همه رو ضبط می‌کنیم ان شاءالله. همه رو ضبط می‌کنید. دستتون رو درد نکنه. ممنون. شما سلامت باشید. استاد ببخشید من یه سوالی داشتم. می‌خواستم ببینم این جلسات ضبط شده داخل چه پلتفرم قرار میگیره و ما چه جوری از کی در اختیارمون قرار میگیره که حالا اون جلسه مشکلی داشتیم نتونستیم بیایم به صورت آنلاین بتونیم تماشا کنیم اینا؟ این یه توضیح کاملی میشه بدید؟ والا پلتفرمی که هست یه پلتفرم خارجیه که کارش در واقع اینا یه سری پلتفرم‌های مربوط به محافظت از کانتنت و محتوا هستن، با یه فاصله مثلا شاید نصف روزه که فاصله آپلود شدن فایل در واقع حالا روی اون سرور هست، همه فایل در اختیارتون قرار میده. حالا شاید بعضی روزا چند ساعت طول بکشه، بعضی روزا اینترنت اذیتم میکنه، مثلا یه نصف روزم درگیر میکنه، ولی من در سریع ترین حالت. پس لینکی چیزی داره که ما مثلا اون پلتفرم یا هر چیزی عضو بشیم؟ بله من همه رو در اختیارتون میذارم. متشکرم از شما. استاد معذرت میخوام، یه پیشنهاد داشتم اگه بچه‌ها پایه باشن. عرضم به حضور قراره خب ژورنال بذاریم، حالا به نظر من اگر امکانش باشه تو این ژورنالا بالاخره مشخص میشه یه 10 نفر 15 نفر یه نمه بهتر از بقیه عمل میکنن و به نظرم اگر شما انتخاب کنی که مثلا این 10 نفر هر کدوم سرگروه بشه، بقیه بچه‌ها برن تو گروه این آقا این خانوم که بتونه این تعادل چی میگن چجوری بگم تعادل گروه ها حفظ بشه، همه تو یه سطح بیان بالا. یا نمیدونم والا شاید بد بیان کردم یا نمیدونم متوجه شدین حرف من؟ متوجه شدم، فقط چون منم شناختی از همه ندارم این باید یه ذره اجازه بدین فراینده پیش بره که رخ بده. منم خودم پیشنهاد رو بهتون دادم که اگه میتونین فعلا، حالا اگر شناختی از قبل با هم دارین یه ذره با هم دیگه لینک بشین، اگر نه که من سعی میکنم حالا این کارا رو انجامش بدیم. دست شما در نکنه. ممنون. قربون شما سلامت باشید. استاد ببخشید. خواهش میکنم. جسارتا میخواستم بدونم که لایف ترید هم انجام میدین؟ یعنی دیگه یه جوری هست که مثلا حالا تایم های پایین خودتون مثلا کار میکنید یه جوری باشه که ما به قولن نحوه ترید خودتون هم کامل ببینیم. من انقدر چالش و
لایو و اینا سرتون در میارم که کامل متوجه بشین باید چی کار کنید. فعلا منتظر باشین بلاهای بدی قرار سرتون در بیاد. خیلی ممنون، مرسی. یعنی میریم جلو، حالا همه رو با هم صحبت میکنیم، ولی یه سری چالش ها قراره بذاریم، منم تو شرکت کنم، یعنی یه چالش تعریف بکنیم، همه با هم بریزیم سرش انجامش بدیم. به اندازه کافی فکر میکنم هممون دوره دیدیم، مطلب خوندیم، این کارا رو کردیم. اون چیزی که کم داریم اون حالت پرکتیکال ماجراست. من تمام تلاشم اینه که هی بریم به سمت عملی کردن این چیزایی که میدونیم. حالا بعضیاش توی لایو اتفاق میفته، بعضیاش با هم شروع میکنیم بک تست گرفتن، تو بک تست اتفاق میفته، بعضیاش هم که میخوایم چالش تعریف بکنیم، چالش‌های سخت و عجیب غریب دیگه، ببینیم که چجوری از پسش برمیام. شاید بعضی از این چالش‌ها رو من خودم هم نتونم پاس کنم، یعنی بعضیاتون بتونید انجامش بدین، من خودم اون هفته فیل کنم بعد از پسش برنیام. ولی این اتفاقیه که واقعیت مارکته، اینا همه پیش میاد، با هم میریم جلو و همه این بلاها سر هممون در میاد. فقط نکته‌ای که هست، ما قرار هست یاد بگیریم از این چالش‌ها که به یه هدفی طراحی شدن و اون هدف برامون مهمه که نهایتاً به اون برسیم. یه حالا چیزی هم که اینجا خاطرم اومد که دوباره فراموش کردم، حالا هر وقت یادم اومد میگم خدمتتون. ممنون از لطف شما، مرسی. خواهش میکنم، سلامت بشین. خب دوستان سوال دیگه، موضوع دیگه باقی مونده؟ خب یه چند تا توضیح کوتاه و مختصر که دیگه زیادم وقت دوستان رو نگیرم، اینی که بچه تو فرایند حالا تدریسی که میخوایم بریم جلو، من به نظرم پیشنهادم اینه که اگه اجازه بدین تدریس کامل بشه، اتفاق بیفته و بعد از اینکه کل داستان تموم شد من یه تایمی میذارم، حالا مثلا در حد شاید 20 دقیقه نیم ساعت، برای اینکه اگر در مورد همون جلسه و همون اتفاقا و همه اون نکاتی که تو اون جلسه داریم صحبت میکنیم سوالی برای کسی باقی موند، یه جایی شفاف نبود، متوجه نشده بود، نیاز داشت دوباره توضیح بدیم، سوال این شکلی رو با هم بررسی بکنیم. بعدش طبیعتاً من به شما یه سری تمرینا میدم و تمرین تعریف میشه. این تمرینا رو توی همون تاپیک مربوط به خودتون شما باید برین انجام بدین، اونا رو حل کنین و بعدش بیاین شنبه یک شنبه با دوستان حالا هر اشکالی وجود داره، هر سوالی دیگه وجود داره رو برطرف بکنین. شاید جلسات اول پرسش و پاسخمونم یه کوچولو بخشش، چون خیلی سوال مثلا شاید بزرگی پیش نیاد اوایل کار که فقط داریم تعریف میکنیم، این باشه که بچه‌ها مثالای بیشتری بهتون نشون بدن، یعنی جاهای مختلف بریم مثال ببینیم برای اینکه چشمتون به داستان عادت بکنه. و همین، یعنی این موضوع هم در نظر داشته باشین که هم خیلی کارا داریم توی ژورنال که هر جلسه به جلسه هر چیزی لازم باشه من بهتون میگم که الان نیازه که چه کاری انجام بدین، اونجا چی باید یادداشت بشه. و فقط خواهشم ازتون اینه که اون داستان جدی بگیرین. یه بخش بزرگی از همه حساب کتابای من برمیگرده به اینی که شما چقدر روی اون ژورنال تاکید داشته باشین. استاد ببخشید، این جلسات پرسش و پاسخ سیو کردنیه یا همون تعداد جلسات که گفتین فقط همونه، بیشتر از اون امکان نداره؟ یا اگر همونه ما حداقل جلسات اول که سوال آنچنانی نداریم سیوش کنیم واسه جلسات آخر، واسه آخر دوره؟ نه شما تا هر وقت سوال داشته باشین ما که هستیم. من که حداقل هستم. خب مرسی. آره نیازی نیست در رابطه با این چیزا نگران باشین. ممنون. خب بچه سوال، موضوع، پیشنهاد. استاد یه موضوع این که مثل سبکایی که اومدن بعد از اسپاتمانی، بعد از سبسیدنی که RTM اومدش، ICT اومدش، فانتوم اومدش، الان شما لفت رو گفتیم، لفت هم مد نظرتون داریم که اینو جهانی کنیم، یعنی مستر رو پیدا کنیم، ژورنال نویسی کنیم که بعدها این ارائه بدیم به بقیه؟ والا دروغ نخوام بگم چرا به این چیزاش فکر میکنم، فعلا یه ذره زوده در مورد این چیزا صحبت کردن.
حالا نمیدونم چه خب این چیزی که زمینه داشته باشه به اون شکل داره میده و ما مشتاق همین چیز هستیم. چیزی نیستش، اونا هم همین سبک حالا مثلا آرتیم گفته رید مارکت حالا هم شدش لوکات دیگه فرق نمی‌کنه. یه اسمیه که هرکی یه پژوهشی دوچار کردش که یه سبکی آوردش که یک سری دغدغه‌ها رو حل کردش میتونه اون ارائه بده و اگر هم قراره که به اون سمت بدیم پیشنهاد من اینه که فعلا روی این پلتفرمایی که می‌خوایم استفاده کنیم پلتفرمایی باشه که برند باشن یا اوکی باشن که فردا مشکلی تو ارائه سرویس نداشته باشه. این که ایشالا چشم حتما. فقط یه نکته، دو تا نکته من الان یادم اومد. یکی در رابطه با اینی که حداقل اعتقاد شخصی منه ها، اینی که در جهان هستی هیچ معنای جدیدی دیگه وجود نداره. یعنی هر معنایی که بوده گذشتگان گفتن، چه در رابطه با هر کدوم از شاخه‌های علم و علوم، چه در رابطه با حالا در مورد اج صحبت، این شاخه‌هایی که مربوط به لبه علم میشن منظورم نیست. در مورد خیلی از مسائل گذشتگان به اندازه کافی حرف زدن، تمام معناها ارائه شده. چیزی که جدیده فقط فرمه، یعنی ما در فرم داریم نوآوری و خلاقیت به خرج میدیم. حداقل من خودم رو یه فرمالیست میشناسم، یعنی بیشتر به همچین موضوعی اعتقاد دارم. به خاطر همین اصلا تاکیدم بر این نیستش که ما داریم یه حرف جدید میزنیم، ما داریم یه سبک جدید میسازیم و اینها حاصل پژوهش نمیدونم اینجوریه که هیچ کس تا حالا قبلا ندیده بوده، فقط من دیدمش تو چارت. اصلا قصه این شکلی نیست. اون فرمی که داره ارائه میشه فرم متفاوتیه و حالا به نظرم به جای سبک اگه اسم فرمو بذاریم خیلی تعبیر درست‌تری کردیم. این از این بابت. یه موضوع دیگه هم که گفتین در رابطه با آی سی تی، اینو در نظر داشته باشیم که بچه من دارم از بعضی از مفاهیمی که مثلا توی سبکایی مثل LIT مثل ICT و اینها اتفاق میفتن دارم استفاده میکنم و این موضوعات هم توضیح میدم. یعنی در مورد اینا قرار هست با هم صحبت بکنیم و مثلا مسائلی که مربوط به سشن ها میشه اینا ابزارهایی هست که داریم ازش استفاده میکنیم و طبیعتاً جزء سرفصلمون هست. یه سری از بحثامون برمیگرده به صحبتی که اینجا وجود داره. حالا بعضی جاها ادبیاتمون رو یکسان میکنیم، بعضی جاها ادبیات خودمون رو داریم به خاطر اون پازل بزرگتری که براش در نظر گرفتیم. دیگه نمیریم سراغ ادبیاتی که اونا دارن ازش استفاده میکنن، ولی ممکنه که از مفاهیم در واقع LIT و مفاهیمی که توی ICT هستم استفاده بکنیم، ممکنه که نمیکنیم. یعنی اینو بعداً در مورد صحبت میکنیم و حرف میزنیم. و همین این که فقط خواستم بگم که همه چیز لزوماً فقط آکادمی RTM نیست. خب بچه تا اینجا موضوعی، مسئله‌ای، مطلب گنگی؟ خب اوکی عالی. پس اگه اشکال نداره من الان ضبط رو قطع میکنم. یه سری سوالا باقی موند که حالا قرار شد بعضی از بچه‌ها خواستن بپرسن که گفتن داخل ضبط نباشه، اونا رو هم با هم صحبت بکنیم و دیگه کم کم بریم که آماده بشیم واسه جلسه سه‌شنبه. ان شاءالله یه حالا شروع خوبی داشته باشیم، از بیس بتونیم مفاهیم رو با هم ببریم جلو که ان شاءالله نهایتاً به خوانش درست‌تری منتهی بشه. من فعلا ضبط رو قطع میکنم. دوستانی هم که بعد فایل ضبط می‌کنن فعلا خدا نگهدارشون.